مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امیر فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصدیم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده دروغ‌هایی که مسئولین در طول بیش از یک ماه گذشته از کشته شدن مهسا امینی میگذره که تا تونستن در رسانه‌هاشون اومدن و ماجرای کشته شدن مهسا امینی رو ماسمالی کردن. پزشکی قانونی به خودش زحمت داد و گفتش که نتایج کالبد شکافی رو اعلام کردیم و خانم مهسا امینی توسط گشت ارشاد و نیروهای سرکوبگر و چیزهای مختلف کشته نشده، بلکه قبلا یه بیماری داشته و اون بیماری باعث شده که خانم مهسا امینی به شوک وارد بشه و فوت بکنه و تا تونست این قضیه رو ماسمالی کرد. امروز در برنامه پشت پرده میخوایم یه سری اسناد و مدارک و پازل ها و صحبت های مسئولین و نتایج پزشکی قانونی رو کنار همدیگه بذاریم تا متوجه بشید که چقدر تابلو به مردم دروغ میگن. البته از دید خودشون فکر میکنن که این سناریویی که نوشتن و این پلنی که نوشتن خیلی تر و تمیزه، اما نمیدونن که ما مو رو از ماست در برنامه پشت پرده میکشیم بیرون. از اون طرف یه سری تصاویر دوربینای مداربسته از لحظه ورود خانم مهسا امینی به گشت ارشاد هم پخش شده. البته اون نه تصاویری که 2-3 هفته پیش پخش شد، باز هم یه تصاویر جدیدتری پخش کردن که میخوام بگن که هیچ اتفاق اونجا نیفتاده و خانم مهسا امینی طبیعی فوت کرده، که اون تصاویرم در این ویدیو برای شما آنالیز میکنیم که متوجه بشید که چقدر دروغ و دستکاری تصاویر و کات تصاویرم توی این ویدیو واضح و تابلو. اول بریم نظریه پزشکی قانونی، همون بیانیه پزشکی قانونی که توی صدا و سیما پخش شد رو ببینیم، بیایم بعدش با چیدن سری پازل ها کنار هم دیگه دروغاشون رو برای شما افشا میکنیم. ببینید. بیانیه پزشکی قانونی درباره علت فوت مهسا امینی منتشر شده که در آن به پرونده پزشکی مهسا در سال 86 در بیمارستان میلاد استناد شده است. خیلی شیک و مجلسی میگن که سال 86 ایشون توی بیمارستان میلاد یه پرونده داشته. اینایی که بهتون میگم بذارید کنار، جلوتر باش کار داریم. خانم مهسا امینی اهل سقز در سال 86 توسط استاد مسعود شیروانی عمل شده. سال 1386 طبق این سندی که دارن نشون میدن عمل شده. یه بار دیگه تکرار میکنم، سال 1386 توسط این استاد مسعود کیکی میگن عمل شده. خب چرا 86 رو تاکید کردم؟ جلوتر باش کار دارم. تشخیص اولیه‌شون کرانیوفارنژوما بوده، تشخیص نهاییشون کرانیوفارنژوما بوده. تومور مغزی هستش که در اطفال خودشون نشون میده. میگن سال 86 تشخیص دادن تومور مغزی و سال 86 عمل جراحی شده. دوباره میگم سال 1386 طبق این سند میگن جراحی شده. خب و باید جراحی بشه. جراحی مغزی که دکتر شیروانی جراح مهسا آن را تایید میکند. 8 سالگی از کم عمل شدم، موفقیت آمیز بودم و بعدم تحت نظر متخصص تحت درمان دارویی بودم به خاطر داروهای هورمونی. حالا میگه که دکتر شیروانی که جراحیشون بوده این عمل ایشون رو تایید کرده، اما سندی که نشون میدن، بزرگ میکنم براتون رو تصویر، سال چند نشون میده؟ 87. یقه خودم رو پاره میکنم، گلومو جر میدم، گفتم 86. پس این سند 87 چیه؟ که میگه که بله ایشون یه یه عمل موفقیت آمیز سال 87 داشته. خب یا اون سند اولیه جعلیه یا این سند دومیه جعلیه. بعد از که تا حالا تاریخ ها رو اینجوری می نویسن تو بیمارستان، حالا من نمیدونم. بعد این تاریخ تولدش هم که قربونش برم خط خوردگی داره و اصلا من نمیدونم این چه سندیه، یا اون دکتر یا اون پرستاری که اینو نوشته خیلی بی سواد بوده. خواهشاً یکم دستخطتون رو درست کنید. پزشک ما همیشه موزل این دستخط شما رو هم داریم. از بحث اصلی خارج نشیم. میگن 86 عملش کرد. بابا تو همین گزارش که صدا و سیما پخش کرده خودش 10 ثانیه قبلش یادش نمیاد. ببین اینا چقدر بی‌سوادن. میخوان قضیه رو ماسمالی بکنن با سندایی که خودشون نشون میدن، خودشون آبروی خودشون رو میبرن. خب این 87 چیه؟ بقیه‌اش. پس از اینها خبرنگاران باز هم از روی مدارک بیمه‌ای مهسا امینی به سوابق مراجعات پزشکی او دست یافتند. رفتن سوابق بیماری مهسا امینی رو درآوردن که مثلا مهسا امینی از قبل بیمار بوده. نکته‌ای که وجود داره این هستش که خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه هم هست، نگاه کنید من اینجا براتون
گذاشتم، لوگوش هم دزدیه، خواستم در جریان باشید. میاد سوابق بیماری اون رو از سال 1394 به اینور در میاره. حالا خدا میدونه این مهسا امینی آیا اون مهسا امینیه یا یه مهسا امینی دیگه است. رفتن تو آرشیو گشتن دیدن یه مهسا امینی از تاریخ تولد چیزش به این میخوره، نزدیک اینه، گفتن اینو بچسبونیم به اسم اون. خب که نشان میداد فقط در فاصله سالهای 94 تا 99 14 بار به متخصص مغز و اعصاب میگه 14 بار رفته به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرده. این 14 بارم بذارید کنار، اون 86 بود گفتم بذارید کنار، بعد گندش در اومد. این 14 بارم جلوتر باش کار داریم، میگن که 14 بار فقط از 94 به این ور، حالا قبلش رو ول کنیم، احتمالاً اونجا طبق ادعای 200 بار رفته بیمارستان. خب موندم که حالا چقدر شما تخصصتون خوب بوده که نتونستید این قضیه رو در بیارید. خب بقیه پزشکی قانونی هم اعلام کرده عمل جراحی مهسا موجب اختلال در هیپوتالاموس، هیپوفیز و غدد آدرنال و تیروئید شده که به علت این بیماری مهسا داروهایی را مصرف می‌کرده است. به علت این بیماری زمینه‌ای متوفی تحت درمان با داروهای هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین بوده است. و با توجه به بیماری زمینه‌ای علت فوت این گونه عنوان می‌شود. بیماری زمینه‌ای دیگه چسبوندنش به بیماری زمینه‌ای که کار در بیاد و بگن که ایشون از قبل فوت کرد. میدونید که اگه بگن کشته شده یا اتفاقات افتاده، علاوه بر اینکه خشم مردم بیشتر خواهد شد، بعد دیه‌شو هم بدن. یعنی این کشتن هایی که اتفاق میفته تو ایران، اینا مثلا میگن طرف از ارتفاع افتاده، اون یکی از ارتفاع افتاده، به خاطر اینکه دیه‌شون رو ندن. این هم هست. ببین اینا چقدر آدمای عجیب و غریبی ان. به دلیل انجام عملیات احیای قلبی تنفسی غیر مؤثر در دقایق حساس اولیه دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است. علیرغم برگشت عملکرد قلبی متعاقب عملیات احیای پرسنل اورژانس، حمایت تنفسی انجام شده کارساز نبوده و با وجود انتقال ایشان به بیمارستان و زحمات کادر درمانی بیمارستان کسری، بیمار به علت نارسایی چند ارگانی ناشی از هیپوکسی مغزی در تاریخ 25/6/1401 فوت می‌کند. بنابر اعلام پزشکی قانونی با استناد به مدارک پزشکی و آزمایشات انجام شده، فوت مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضای حیاتی بدن او نبوده است. به همین راحتی اومدن و ماجرا رو ماسمالی کردن. گفتم بهتون عنوان کردن که از سال 94 به این و 14 بار مهسا امینی رفته به بیمارستان مراجعه کرده. این در حالیه که پدر مهسا امینی رفته بود با تلویزیون فارسی BBC مصاحبه کرده و میگه که بابا اینا همش دروغه، بچه من برای سرماخوردگی هم بیمارستان نرفته. البته یه نکته هم به شما بگم، تو ایران به دلیل اینکه اینقدر هزینه‌های درمان بالاه، مردم ترجیحاً سعی میکنن که تو خونه خود درمانی بکنن. میگه خیلی ماجراهات باشه میرن بیمارستان، نه اینکه علاقه نداشته باشن برن بیمارستان ها. ماشاءالله اینقدر اون کشور برای مردمش امکانات توپ فراهم کرده و مردم اوور توی جیبشون پول دارن، به خاطر همین میگن بابا چه کاری بریم بیمارستان، تو خونه خودمون خود درمانی میکنیم. به خاطر همین الان راجع به این کیس خاصم که ایشون میگه 14 بار، یه مقدار این قضیه مشکوکه. 14 بار یارو بره بیمارستان. ببین پدرش در خصوص این سابقه بیماری که کردن تو پاچه مهسا چی میگه. آقای امینی خبرگزاری فارس و نور و تسنیم که به سپاه نزدیکن به نقل از پزشکی قانونی گفتن که هیچ آثار ضرب و جرحی روی بدن مهسا دیده نشده و او در سال 86 جراحی مغز داشته. آیا جراحی کرده بوده مغزش؟ اینا دروغ میگن برادر من، خواهر من، اینا دارن دروغ میگن. به خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته، هیچ جایی نرفته. اونا دارن مثلا خبرگزاری فارس الان گفته محل کارش، همه محل کارش دو ماه بوده، 2 ماه. تو این 2 ماه گفته چندی بار بیهوش شده. از کجا بیهوش؟ هیچ خبری را من تایید نمی‌کنم. آقای امینی آیا به شما فشار میارن که صحبت نکنید؟ الان نه نیومدن پیش من چیزی نگفتن. واقعیتش اینه با من چیزی کسی نیومده، هیچی نگفتن، ولی من خودم میترسم از خودم.
آقای امینی، تصاویری که منتشر کردند این تلویزیون صدا و سیما نشون میداد که لباس‌ها عده‌ای معتقدن لباس‌ها متفاوته. اون لباس چی پوشیده بود مهسا زمانی که گرفتن؟ خدا قسم لباس همونی که تو تلویزیون خودشون نشون دادن، لباسش واقعا پوشیده بود. حتی اینم شنیدم چرا گفتن به پوشاکش و مانتوشو عوض کرده. به خدا این مانتوشو عوض کردیم، همونی که بوده اول پوشیده همون بوده. حتی شنیدم گفتن یه پارک نمیدونم طالقانی چی اونجا رفته، اصلا پارک دیگه این نرفته. این از مترو که پیاده شده بعد از 2-3 دقیقه اونجا دستگیر شده، اصلا به پارک نرسیده. شما با کسای دیگه‌ای که توی همون ون پلیس بودن تونستین صحبت بکنین؟ میدونن که تو اون لحظه بازداشت توی ون چه اتفاقی افتاد؟ من اون موقع اونجا نبودم. اونایی که بیرون اومده بودن، پسرم اونجا بود، اون خانوما گفته بودن آقا ایشون رو داخل ون زدن، داخل پاسگاه زدن. فیلمی هم که من نشون دادن داخل، من اونجا یه فیلم کوتاهی بهم نشون دادن، همش سانسور شده، اصلا هیچ چیزی رو مشخص نمی‌کرد. خب در خصوص اون فیلم هم که میگه فیلم سانسور شده بود هم جلوتر صحبت خواهیم کرد. پس پدرش چی گفته؟ پدرش میگه که هیچ گونه سابقه بیماری نداشته. حالا این 14 بار از 94 به اینور و عمل جراحی که گندش هم بالا اومده که یه بار گفتن نمیدونم 86 بوده، یه بار گفتن 87 بوده، یه بار گفتن نمیدونم چیزام که دیگه بحثش شده است. خب حالا بریم تصاویر دوربین‌های مدار بسته‌ای که برای اولین بار اومدن از دید خودشون میگن که این تصاویر کامل‌ترین تصاویره. اولا اینکه این تصاویر چند تا نکته داره، اینا رو به شما میگم که بعد از اینکه این تصاویر رو دیدید با یک بک‌گراند ذهنی این تصاویر رو ببینید. تصاویر رو سیاه‌سفید پخش میکنن که موقعیت زمانی مشخص نشه که این مثلا ظهر اومدن، بعد از ظهر اومدن تو گشت ارشاد یا شب اومدن توی گشت ارشاد. و اگه یادتون باشه هلوش 10 روز پیش هم چند تا از گروه‌های هکری یه سری سند و مدرک رو منتشر کرده بودن که چه کسایی خانم مهسا امینی رو بازداشت کردن و منتقلش کردن به ون گشت ارشاد و آوردنشون به مرکز آموزشایی که خودشون دارن میدن. تصاویر و ساعت‌های دوربین‌های مداربسته تقریباً تو بعضی جاها تطابق پیدا میکنه تا قبل از پیاده شدن از ماشین. اما بعد از پیاده شدن از ماشین این تصاویر مطابقت پیدا نمیکنه. تصاویر دور تند بردن و مثلا تصاویر رو با سرعت بالا منتشر کردن و کات زدن بعضی جاهاش رو. علت این که کات زدن مشخص نیست، چرا اومدن تصاویر کات زدن. حالا روی تصویر بیشتر صحبت میکنیم. و همکارم بهشتی در بسته ای کوتاه سیر ورود خانم مهسا امینی به مرکز پلیس و پیگیری‌های اورژانسی درباره وی را با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته مرور کرده. ساعت 19:28 ماشین پلیس وارد محوطه پلیس امنیت اخلاقی می شود. ببینید اینجا من حالا بتونم نشون میدم، دارید میبینید تو تصویر زده 19:28 وارد محوطه پلیس میشه. قبل از اینکه فیلم شروع بشه من یه تصویر به شما نشون بدم. این سندی هستش که یک گروه هکری اومده و گزارش رو منتشر کرده از طرف قوه قضاییه به دادسرا داده این سند رو که قبلا این سند رو منتشر کرده بودم که تاریخ میخونه و حتی توی این سند اومده گفته شده که یه خانومی که حالا تصویرش رو هم اینجا میتونم بهتون نشون بدم، این خانم پرستو صفری خانم مهسا امینی رو بازداشت کرد. این پرستو صفری توی حراست بذارید کم تصویر از حالت زوم خارج بکنم که بهتر ببینید. توی حراست دانشگاه آزاد کرمانشاه بوده. دم در ورودی به سگ دم در خیلی معروف بوده ایشون و اونایی که توی کرمانشاه بودن تو دانشگاه آزاد کرمانشاه ایشون رو میشناختم. منم تقریبا سال 90 دقیقاً تو همون سالا من خودم دانشجو دانشگاه آزاد کرمانشاه بودم. البته ایشون بخش خانوما بود، شعبهش به ما نمیخورد اونجا، ولی خب دیگه حالا گفتن این خانم همون کسی بوده که مهسا امینی رو بازداشت کرده. اما گفته شده که تو همین سند که اکیپ گشت ارشاد ساعت 18:30 به یه اکیپ برخورد میکنه که خانم مهسا امینی داخلش بود و بعد از اون هم میگیرنشون و میبرنشون
توی اون مرکز فرماندهی و ساعت هدوش 17 و 15 دقیقه به مقر پلیس امنیت اخلاقی فاطب میرسه. ساعت 17 و 15 دقیقه. خب این عدد 17 و 15 دقیقه رو شما در نظر بگیرید، دقیقا مطابقت میکنه با همین عددی که اینجا هست. نه، اینجا زده چند 19 و 30 دقیقه. این اولین باگشونه که توی سند ببخشید 19 و 15 دقیقه عذرخواهی میکنم، درسته، من عذرخواهی میکنم، 19 و 15 دقیقه تقریبا 19 و 15 16 دقیقه. البته توی اون سند هم گفته بوده که حدود 19 و 15 دقیقه، که اینجا حدود 19 و 28 دقیقه رو نشون میده. یعنی تقریبا اومدن و عدد رو یه مقداری جابجا کردن که اینم در نوع خودش عجیب و غریبه که چرا اومدن یه همچین حرکتی رو زدن و ساعت‌ها رو جابجا کردن. البته خب برای ماسمالی کردن دیگه. شما توجه بکنید چقدر تمیز هم اینجا کشیدن دیگه تصاویر رو. حالا تصاویر رو سیاه‌سفید کردن، بحث زیاد حالا طولانی نکنیم. من یکم تصویر رو هم میتونم بهتون نشون بدم که رو میز ادیت. خب بذارید من تصویر رو ببینم میتونم برای شما درست بکنم، یکم واضحش بکنم یا نه. نه نمیشه. خب خواستم برای شما یکم تصویر رو واضح کنم، تصویر واضح نمیشه که بخوام واضح بکنم. بله برش. خب توضیحات این طرف رو ببینیم. میگه که وارد ساختمون میشن، چند نفر از خودرو پیاده میشوند. خب خانم ببین به ساعت دقیقه نگاه کنید. خب 19 و 28 دقیقه و 30 ثانیه، بعد کارت میخوره میشه 19 و 28 دقیقه و 25 ثانیه. 5 ثانیه میاد عقب. خب خانم امینی هم در میان آنهاست. اولین سوتیشون بود. میان تو یکی یکی. خانم امینی همراه دیگران وارد سالن آموزش می شود و روی صندلی می نشیند. تصاویر رو سیاه‌سفید کردن که بقیه افراد، حالا شاید بحث حریم خصوصی افراده، اما یه دلیل دیگه داره که جلوتر بهتون میگم، که وقتی فیلمو با دور تند نشون میدن کات تصاویر رو متوجه نشید. این نکتهشه دیگه. از اینجا یعنی دقیقا از این ثانیه فیلم تون میشه و میره جلو. خانم امینی 28 دقیقه بعد در ساعت 19 و 56 دقیقه در حالی که مشغول صحبت با یکی از پرسنل خانم پلیس امنیت اخلاقی است از حال می رود. خب اینجا بریم جلوتر. اینجا از حال میفته. اما این لحظه‌ای که فیلمو با دور تند نشون میدن کلا میگن فیلم 20 دقیقه است، 25 دقیقه است. کل این اتفاقات دیگه خودشون دارن توضیح میدن. آقا وردارید این فیلم کامل منتشر کنید. چقدر میشه هزینه اینترنتش؟ 1 میلیون 2 میلیون شما آپلودش بکنید، 5 میلیون. آقا من عجیب میدم شما فیلم کامل منتشر کنید. مردم من این کار میکنم آقا بفرستید برای من مردم پخش میکنم، خودتون نمیتونید پخش کنید. چرا فیلم کامل رو با سرعت عادی بدون کات منتشر نمیکنید؟ نگاه کنید من الان فیلمو فریم به فریم برای شما میبرم جلو که ببینیم که باگاش کجاست با سرعت. اینجا یه بار بلند میشه. خب بعد دوباره کات بعدی احتمالاً میره اینجا یه حرف میزنه، میگه مثلا احتمالاً سرم درد میکنه یا به سرم ضربه خورده و قربونش برم آدمایی هم که اونجا کار میکنن ماشاءالله اخلاقشون و مثل سگ ببخشید مثل چیچی میان رفتار میکنن باهاتون و احتمالاً بهش گفتن پاشو گم شو برو بشین. حتی با احتمال. خب رفته، بعد نگاه کنید رفته و برگشته. دوباره میریم جلوتر. اینجا نگاه کنید تصویر نشون میده که انگار سرشو گرفته. خب یعنی بعد تصاویرم تو دور تون تار میکنن. چرا تصاویر رو دور تون شفاف نمیکنید که نبینن چه اتفاقی افتاده؟ سرشو گرفته به تون، سرشو گرفته با دستش و چیزای دیگه. ببینید تصاویر رو تار میکنن رو دور تون. اینجا این خانمی نگاهی میندازه به این طرف. دوباره
من فریم به فریم میرم جلو. برای چه میخوام شما بگم که اینا همش کات شده، با اینکه کات شده دیگه نتونستن. اینجا دوباره تصویر زیاد دوباره بلند میشه، نگاه کنید یه بار دیگه بلند میشه میره اونجا، این برای بار دومه و دوباره برمیگرده میشینه، دوباره بلند میشه، نگاه کنید یه بار دیگه بلند، این بار سومه. و دوباره فریم به فریم. اینجا نگاه کنید سرش رو گرفته، میبینید دوباره اینجا بلند میشه، دوباره یه بار دیگه نگاه کنید اینجا بلند میشه و بار سوم دوباره میشینه. بار چهارم بود فکر میکنم. حالا میره چه نکته ای رو میگه به اونا. دوباره بلند شد، نگاه کنید دوباره از جاش بلند شد برای چندمین باره. دوباره بلند شد، نگاه کنید برای بار بعدی. یعنی همین نشانه از استرس یا چیزهای مختلفه. نگاه کنید وقتی که تصاویر از دور تند برداشته میشه شفاف میشه. 10:56 دقیقه در حالی که مشغول صحبت با یکی از پرسنل خانم پلیس امنیت اخلاقی است، از حال میرود. این تصویر دیگه لحظه‌ایه که خانم مهسا امینی فوت میکنه. حالا نکته داره جلوتر، نکات دیگه ایش هم به شما میگم. خب بریم جلوتر. اینجا میفته و یه توضیح میده. تعدادی از حاضران در سالن دور او جمع میشوند. اینجا با اینکه میفته هیچکی نمیاد نزدیکش، میگم برو بابا این فیلم ها چیه، ما خودمون ختم روزگاری روزی 10 نفر میان اینجا، روزی 15 نفر خودشون رو میندازن رو زمین و اصلا بهش نمیرسن. قربونش برم از این حرکت ها هم میزنن. خب بریم جلوتر و توضیحات بعدیش. یکی دیگر از پرسنل پلیس امنیت اخلاقی در ساعت 19:57 دقیقه و 12 ثانیه بعد از حال رفتن خانم امینی بهیار مرکز پلیس را به صحنه اتفاق می‌آورد. ساعت‌ها رو هم دقت کنید. بهیار نیز در ساعت 19:58 دقیقه و 2 ثانیه اقداماتی را برای بهبود وضع خانم امینی انجام می‌دهد. 10 دقیقه بعد از 10 دقیقه یعنی این کاتا شده 10 دقیقه. آقا اینا تصاویرشو کامل پخش نمی‌کنید. 10 دقیقه بعد از حال رفتن خانم امینی نیروی اورژانس میرسد. اینجا هم اورژانس نشون میده. من موندم که چرا اورژانس مثلا یه دونه پلاکارد، یه دونه برانکارد نداره. تیم اورژانس در ساعت 29 دقیقه و 40 ثانیه عملیات احیا را شروع می‌کند. اینجا دوره کات میشه روی این قضیه و خب این تصاویر جالبه. به استناد ساعت اینجا نگاه کنید 20 و 26 دقیقه. خب حالا مهسا امینی سوار آمبولانس پرسش میکنن. تصاویر تا رسیدن خانم امینی به 20 و 26 دقیقه دوباره مینویسم اینجا، تکرارش بکنم. 20 و 26 دقیقه تازه سوار آمبولانس میشه. این در حالیه که وقتی ما میریم بیانیه بیمارستان کسری رو میبینیم، این بیانیه بیمارستان کسری که تو پیج اینستاگرام خودشون گذاشته بودن، اما پس از لوش چند ساعت این بیانیه رو پاک کردن، اما خیلی از خبرگزاری‌ها این بیانیه رو منتشر کردن. بیانیه بیمارستان کسری اینه که در پی درگذشت جانگداز خانم مهسا امینی به استحضار هموطنان میرساند که کادر درمان به علت رعایت منشور جهانی حقوق بیمار حق انتشار هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص روند درمان بیمار در زمان بستری به جز خانواده درجه 1 و مراجع قضایی ندارد. به این دلیل حتی اطلاعات در اختیار رسانه‌ها نیز قرار نگرفته، یعنی قرار ندادیم و فقط اقوام درجه 1 این اطلاعاتو دارن. اینجاش مهمه. سرکار خانم مهسا امینی در ساعت 20 و 22 دقیقه روز سه‌شنبه 22 شهریور ماه با کد 99 بدون علائم حیاتی و مرگ مغزی به بیمارستان کسری ارجاع میشه. تازه 20 و 22 دقیقه میاد تو بیمارستان. اینا 20 و 26 دقیقه سوار آمبولانسش کردن. حتی ساعت‌هایی که بیانیه بیمارستان کسری رو میخونیم با ساعت‌های دوربین مدار بسته نمیخونه. یعنی این
سوتی بعدیشون هستش. حداقل ساعتاتون رو یه جوری اونجا تنظیم میکردید که با ساعتهای بیانیه بیمارستان کسری بخونه. ساعتها به اون برگه‌ای که توسط هکرها هک شده میخونه. اولش سوتی هم دادم گفتم نمیخونه، میخونه. ساعتها میخونه تا قبل از ورودش به سالن. اما از اونجا به بعد چون تصاویر رو با سرعت بالا با کات و چیزهای مختلف منتشر کردن، از اونجا به بعد ساعتها نمیخونه. این تلاش ادامه می‌یابد. اما متاسفانه تازه 20 27 دقیقه هم تو راهه. یعنی اینا در میگن تاریخ 20 یعنی 20 26 دقیقه گفتن مثلا این تو بیمارستان مثلا انجام شهریور ماه در بیمارستان فوت می‌کند. اینم در نوع خودش جالب بود و جالب که چه عرض میکنم تلخه، یعنی این سوتیایی که این افراد میدن. اما از اون طرف مصاحبه پدر مهسا با BBC هم جنجالیه، چون میگه که حتی برای کالبد شکافه چیزهای مختلف هم به ما اجازه ندادن که بریم اونجا و حضور پیدا کنیم. امینی تسلیت بهتون میگم از دست دادن دخترتون رو. خوش آمدید به برنامه. ابتدا میخوام بدونم که نظر شما راجع به این بیانیه چیه؟ میگن که پزشکی قانونی گفته که دختر شما کتک نخورده و در گذشته جراحی مغز کرده. خدمتتون عرض کنم، من خبرگزاری فارسم الان یه چند لحظاتی پیش ساعت 18:50 بوده پخش کرده که مهسا امینی در پاساژ یعنی محل کارش چندین دفعه بیهوش شده است. این یه دروغه. اولا تمام مغازه‌ای که ایشون رفته کار میکنه همش 2 ماهه. این چندین دفعه چجوری پیش اومده که این بیهوش شده باشه؟ اونا اگر راست میگن یه نفر رو پیدا کنن تو همون پاساژ تو همون بازار، یه نفر شاهد باشه بیاد بگه آقا این خانمه بیهوش، همش 2 ماهه. تو این 2 ماه چجوری این بیهوش شده است؟ اینا همش دروغه. من اصلا هیچ کدوم رو تایید نمیکنم. بعد پزشک قانونی اون روز ما رفتیم اونجا جلوی در هر چی اصرار کردم نذاشتن من برم داخلش که دخترمو ببینم، هر چی خواهش کردم نذاشتن برم. اون پزشک اونجا هم که اونجا جلوی در ایستاده بود من عکسم ازش گرفتم، دارم عکسو میفرستم ولی متاسفانه نمیتونم به هیچ عنوان بفرستم. اون پزشک هم میگفت آقا من راز نمیدم و هر چی هم دلم میخواد می‌نویسم، به تو هیچ ربطی نداره. این حرفه، این جواب یه پزشکه. من حتی باهاش درگیر شدم، گفتم آقای دکتر شما قسم خوردی، سوگند خوردی، حداقل حقیقت رو بنویس، دروغ نگو، خودتو نفروش به خاطر پول. اینا رو بهش گفتم، حتی باهاش درگیر شدم، به هیچ عنوان نذاشت من برم تو. گفت هر چی دلم میخواد هر چی بخوام می‌نویسم، به شما هیچ ربطی نداره. الانم اونی که واقعا میخوان بگن، اینا هیچ کدوم اینا رو من تایید نمی‌کنم. به خدا همش دروغه، همش الکی دارن حرف درست میکنن برای دختر ما. بله، اینم صحبت پدر مرحوم مهسا امینی بود که فکر میکنم خودش بهترین نتیجه گیری برای پایان این ویدیو بود. در صورت مرسی که در این لحظه با ما بود. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، برای ما هم کامنت بذارید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید. ممنون از شما.